درود عرض میکنیم دوستانی عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و ما امروز در حلقه هنرمندان محبوب از انسمبل نوای جاویدان قرار داریم و در این برنامه ما رو همراهی میکنند صنعتشناس استاد محبوب، یکی از هنرمندان خیلی معتبر تاجیکستان، سلطان علی خدای بردیف. درود به شما و درود به کلی بچه‌هایی که امروز در این برنامه با سرودهای جذاب خود برنامه را باز هم رنگین تر خواهند کرد و صدا دادن همین ترانه جذاب در آغاز برنامه این گواهی از آن است که گذشتگان ما، نیاکان ما چقدر میراث بای و غنی را برای ما و میراث گذاشتند و جوانانی با ننگ، جوانانی با امروز این میراث غنی را، این میراث بسیار هم بای را حفظ کردند و میخواهند که باز آن را انتقال دهند و به نسل‌های آینده. خب استادی عزیز، شما یک کمی درباره انسمبل نوای جاویدان برای ما قصه کنید، چون یک انسمبل نو تأسیس است و بیشتر در این انسمبل جوانان، آنهایی که دلباخته صنعت کلاسیکی تاجیک هستند، اعضا هستند و فعالیت میکنند. تشکر میگویم. البته امروزی که خیلی که قید کردید، این میراث اصیل موسیقی سنتی ما این هستی ما هست، هستی تاریخی ما هست و ما تصمیم گرفتیم یک گروهی از جوانها یک گروه تشکیل کنیم و آن میراثی که امروز در دست داریم با یک مسئولیت بلند، البته با همین شاگردان اینا عرضگزاری کنیم، آموزانیم و غیره. البته سبب اساسی این تأسیس دادن انسمبل ما الهام گرفتیم از فرمان راهبر کشور، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت که حالا 2000 فرمان مخصوص اوید به انکشاف منبعه ششمقام، فرمان علاهیده به مقام دولتی گرفته و تب رسیده بود و یک بندی اون که تأسیس دادن سکتور بچگان هست و از همین بند الهام گرفته قرار کردیم که در نزد بخش فرهنگ شهر خوجند یک گروهی مخصوص برای شش مقام خانه تأسیس نماییم. البته این شاگردایی که ما به انسمبل قبول کردیم، آنها البته یک مکتب خیلی کلان به گذشته بودند، چون که از استادا ازبر کرده بودند و خط کرده های کالج هستند، کالج هستند و فاکولته صنعت کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستارов هستند و ما از همین شاگردای با استعداد استفاده کرده البته تأسیس دادیم. ما 8 نفر نوازندگان و 10 نفر حافظان در همین انسمبل ما امروز فعالیت میبرد و فکر میکنم که ما نقشه به پیشه گرفتیم. بله و یک اقدام خیلی عالی هم هست، چون سرجم کردن این جوان ها که دلباخته راه صنعت هستند و در رویه سرودهای کلاسیکی فعالیت میکنند خیلی اقدامی با ارزش است، چون هنری آنها ضایع نمی شود و برعکس مثلا تحت رهبری شما هنری آنها رشد می‌یابد، آنها بیشتر انکشاف می‌یابند، باز هم سرودهای بیشتری ژانر مقام را از خود می‌کنند. چنان که در آغاز برنامه یک ترانه خیلی جذاب پیشنهاد گردید، این نوروز صبا، بله، از مقام راست است، غزل حافظ شیرازی و خیلی زیبا بود. همین گونه سرودهای نادیر، سرودهایی که مثلا در بایگانی هستند، آنها رو مثلا پیدا میکنید و برای بچه ها پیشنهاد میکنید، چون سرودهای معمول زیاد هستند ولی سرودهایی که مثلا اجرای آنها سخت‌تر است، فکر میکنم که آنها رو دوباره احیا کردن خیلی بمورد است. ما در جریان البته فعالیت کار کوشش به خرج بدیم که اون اثرهای اصیلی هست و البته از جهت حجم، از جهت مهارت طلب میکنند و مهارت لازم است، همینو بیشتر انتخاب کردیم، چون که الکی 5 سال میشود تجربه کاری داریم. برای همین هر همه ساله کوشش میکنیم که اون اثرهایی که خیلی جذاب است، خیلی مرکب هم هست، از جانب استادا خصوصا برنامه ساخت و که نامشون شادروان خیلی درجه عالی اجرا کرده بودن، از همین الهام میگیریم. البته از اینجا حافظای زبردست ما
ҷурабек набиев ҳастанд, Мастона Эргашева, инҳо имрӯз як таърих ҳастанд, худашон фаъолияти онҳо, ҳаёти онҳо як таърих аст ва мо мехоҳем ки аз ҳамин устодои забардаст як асарҳои ҷазоб интихоб намоем ва албатта ба дили аввал худи хонандагони мо ва бо воситаи онҳо ба тамошобинҳо ҳамин моҳияти ҳамин асарҳои расондонӣ ҳастем. Ташаккур зиёд. Боз ҳам чизе пешниҳод мешавад? Албатта ҳозир як суруди дигар Фари Қаландарӣ ҳаст ва ҳамина дар иҷрои ансамбл иҷро гурӯҳӣ иҷро мекунед. Бале, гурӯҳӣ иҷро мекунем. Мо муштоқем, марҳамат, фармоед. گروه شما علاقه گروهی هست که جوانان بالایاقت در آن جمع شدند. مثلا بچه‌ها اونقدر مهارت خوب دارند که در آزمون‌های جمهوری علاقه سزاوار جای‌های نمایان گشتن، خاصه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من. کیها در این آزمون اشتراک کردند و چگونه جای‌ها را صاحب شدند؟ ولی یک چند هنرمندای جوان انسامبل ما البته همه سالا که در سطح جمهوری گذرانده میشود تاجیکستان وطن عزیز من فعالانه اشتراک میکنند. یکی از آنها فرهاد یارمعطف هستند، اینا جای دوم اشغال کردن. من پهلوی من بیشتر از آمدیار سلطانوف این جای دوم در همین آزمون اشغال نموده است. اونجا هستند حافظا اعظمجان هستند از قسمت سرایندگی، اینا هم جای یکم را اشغال کردند و بسیاری آنها البته در سطح ولایتی شهری همه وقت همه دائمی اشتراک میکنند و جایهای لازمه اشغال میکنند. بغیر از این ما البته انسامبل جوان هم هستیم، لیکن بسیار چاره‌بینی‌های هم جمهوری هم بیرون از جمهوری دعوت میشود، ما تکلیف میشویم. سال گذشته یک فستیوال بین الخلقی که در جمهوری ازبکستان برگزار شده بود، در اونجا انسامبل ما اشتراک نموده یک سپاسنامه مخصوص برای اجرای خوب به دست آوردم. بغیر از این سال گذشته در شهر دوشنبه بخشیده به فستیوال سیمپوزیومی بین الخلقی شش مقام هم انسامبل ما اساسا از ولایت سوخت اشتراک کردن البته و مکافات مخصوصی وزارت فرهنگ نایل شدند و چند نفر حافظای ما هم نیز دیپلم و افتخارنامه‌های وزارت فرهنگ صاحب شدند. بهترین. خب باز چیز دیگر اجرا میکنن بچه‌ها؟ الان حاضر البته دو نفری سرودهای دو نفره هستند، اینا حاضر
کیا دو اجرا نفره میکنن؟ چی سرود؟ بله دو نفره این برادران غفورов هستند، ابو سعید و بختیار غفورov. میدونید ما با برابری فعالیت کار ما البته از فعالیت استادایی که یک مکتب مخصوص آفریده رفتن از آنها البته ما الهام میگیریم و سرودهای آنها از نو احیا میکنیم. و حالا یکی از سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان معروف خوجا بهادرов سبک معروف خوجا بهادرов برادران غفورov با سهم شما میرسند. عالی میشود. مرحمت. دیدار می نمایی و پرهیز میکنی، بازار خویش و آتشی ماتیز میکنی. دیدار می نمایی و پرهیز میکنی، بازار خویش و آتشی ماتیز میکنی. گر خون دل خوری فرزای میکنی، گر قصدی جان کنی طرب انگیز میخوری. گر خون دل خوری فرزای میکنی، گر قصدی جان کنی طرب انگیز میخوری. بر تلخ عیشی من اگر خنده آیدم، شاید که خنده شکر آمیز میکنی. حیرانی دستی دشنی زیبات ماندم، تا هنگی خونی من چو دل آویز میکنی. سعدی گلت شکفته همانا که صبحیدن، فریادی بلبلانی سرخیز میکنی. فریادی بلبلانی سرخیز میکنی. فریادی بلبلانی سرخیز میکنی. تشکر زیاد. خسته نباشید. بسیار ترانه عالی بود، با یک لحن زیبا، با یک صمیمیت خاص اجرا گردید. سرودها چگونه انتخاب می شوند؟ بسیار سرودهایی هستند که چونه که در بالا قید کردیم از جانب هنرمندان کم اجرا می شود، با گوشه فراموشی رفتند.
یعنی مقصدی شما هم همین بود که وقتی مثلا انسامبل مذکور رو تأسیس دادید همین گونه سرودهای نادیر، سرودهایی که مثلا به گوشه فراموشی رفتن آنها رو مثلا دوباره زنده کنید. تشکر. میدونید وقتی که یک گروهی ایجادی تشکیل کرده می شود اینها باید یک روی خودش باید انتخاب کرده باشد، هدف داشته باشد که نه فقط تکرار کردن اون سرودهایی که دائمی صدا میتید. باید ما جستجو کنیم اون اثرهای اصیلی که از طرف استادها ایجاد کرده شده است، از اون جمله شش مقام و اثرهای شش مقام و بیرون از شش مقام موسیقی کلاسیکی که چندین استادهای ما در جریان فعالیت خودشون یک مکتب زبردست خودشون آفریدن. مثلا شاهنظر صایبوف و معروف حاجا بهادروف و بای محمد نیاز و صادرخانی حافظ و غیره. ببینید یک کلمه مکتب یک برای تماشاگران معرفی کنیم. بعضا مکتب معنی مکتب خیلی یک تنگ میفهمند. مکتب یک جای تعلیمگاه هست و امروز قبول شده است، لیکن مکتب این یک رویه هست، یک گروه هست، یک هم عقیده ها هست. ببینید در مکتب استاد شاگردی هم البته استاد یک چیزی یک استاد بلندپایه هست و در جریان فعالیت استعداد خودش یک رویه خیلی خوب انتخاب کرده است و با تماشابین با خلق معقول کرده است و با آبروی خودش، با اعتبار خودش، با دانش خودش همین مکتب معرفی کرده است. این خلق معرفی کرده خودش نه. برای همین اون استادایی که سبک خودشون و مکتب خودشون آفریدن اینها البته در ذهن مردم میموند، در تاریخ میموند و یکی از فعالیت انسامبل ما اون بود که ما باید از همین مکتب‌های گوناگون استادهایی که آفریدن، اثرهایی که آفریده رفتن، ما باید اینها احیا کنیم و به ذهن مردم با یک استعداد دیگر رسانیم. مثلا ببینید وقتی که صادرخان حافظ چقدر که سرودهای ایجاد کردن و گذشته دوره اینا فراموش هم شدن، لیکن استادهای هنرمندای خیلی بالای خود اینها از نو زنده کردن. مثلا حافظ استاد ما جورابک نبی مکتب پوره صادرخان حافظ از نو احیا کرده است با استعداد، با صدای، با آواز خودش. ما چرا امروز این کار نکنیم؟ ما دیدیم که در انسامبل ما، در گروه ما خیلی یک بچه‌های خیلی با استعداد هستند و اینها استفاده میکنیم برای آنکه اینها انتخاب میکنیم که اثرهای همین استادها از نو برقرار کنند. بله. وقتی که زیاد از خود میکنن، جستجو میکنن، وقتی مغزشون باز میشود، مثلا در اجرای سرودهای مرکبتر دیگر در نمیمونن. سایخل مییابند و هنری مقام نیست همین گونه است. ژانر مقام همین گونه است که همیشه باید در جستجو باشی، سایخل یابی و اگر بازیستی الکی دیگر روش کردن نمیتوانی. یک ژانر بسیار مرکب است. بله، یک عالم آمریکایی تد لوین خاطرم اومد و وقتی که تحقیقات میکنن، عالم خیلی دنیوی هست و میباید چشمخوام می آموزد، میگوید که چرا شما دویم تکرار میکنید؟ این چیزی که سالها، صد سالها تکرار شده آمده، برای چی یک بار دیگر شما تکرار میکنید؟ باید این میگوید که این اثرهای یخزده هست. ما باید این اثرهای یخزده با استعدادهای نو، با عملهای نو اجرا باید اینو زنده کنیم. به نظرم این خیلی خوب است، چون که هر یک زمان شنونده خودش را دارد. ما اگر 100 سال پیش این سرود امروز گوش کنیم شاید که ما با اینقدر معقول نباشد. ما باید امروز با طلبات زمان این سرودها از نو برقرار کنیم. این است وظیفه اساسی ما. با چی طلبات شما بچه‌ها رو به گروه جلب میکنید؟ البته انتخاب خیلی سخت است. ما هر کس به گروه دعوت نمیکنیم، ما آزمون میگذاریم، گلچین میکنیم، ولی چند بار آزمون تشکیل میکنیم و بهترین شو باید این آزمون ها چگونه میشود؟ چگونه؟ مثلا یک دور میشود، یک 3 ماه یا یک سال با یک بار آزمون اعلان میکنیم که ما مثلا با انسامبل نورسان و جوانان نوای جاویدان مثلا هنرمندا قبول میکنیم. بعد دعوت میشود، یک روز معین میشود، اینها گوش میکنیم. اگر که اون طلباتی که ما میگذاریم اگر طلب جوابگو باشه، البته این شاگردای با قبول میکنیم. خب شاگردای بودن که از نیمه رو برگشتند. بله، در جریان کار البته هست، چون که آدم زنده هست، چون که اینها اول با خیلی خواص خوب کردی آمدن و دیدن که کار مرکب‌تر است. چی برنامه‌های خاص دارید برای آینده؟
البته ما کوشش میکنیم. این خیلی خوب، سوال خوب است. هر یک گروه ایجادی باید مقصد داشته باشد، یک مقصد آینده دار باشد و ما اولا که نام ششمخام این فقط ششمخام نباید باشد. ما ششمخام انتخابا البته در برنامه وارد میکنیم، لیکن خیلی که گفتم ما باید با زمان نگاه کنیم. امروز تماشابین چی میخواهد، یعنی طبع والده همین تماشابین رو با انابت گرفته سرودهایی که امروزه جوابگاه هست. البته سرودهای ژانر کلاسیکی در نظر دارم، انا انتخاب کنیم و ذوق تماشابین باید بلند کنیم. یک کامپوزیتور روس هست، کابالевский. ببینید چی میگوید. کابالевский خودش کامپوزیتور است، خیلی زیایی روس هست. بعد میگوید که من همچون آهنگساز آهنگ می آفرم، اثر می آفرم، لیکن اگر تماشابین قبول نکند چی؟ بعد می رود به مکتب، با مکتبی مؤسسه تحصیلات میان اون رفته درس سرود و موسیقی درس میتن و اینا تمام برنامه تلویزیون رو ثبت میکنه و دیگر رو به عبرت میکنه. باید میگوید درس سرود و موسیقی این خیلی باید آموزید و سه تا چیز معین میکند. میگوید که هر یک شخص باید شنیده تواند، شنوایی باشد، یعنی هر یک چیز شنیده قبول کرده تواند. دوم سراییده تواند. سراییدن سرود خواندن نه. من مثلا بعضی کنسرت های میبینم با برابر حافظ زمزمه کردن است، یعنی همین سرود به ذوق بلند کردن است. سیمش البته زمان امروزه موافقه این سواد موسیقی دانستن است. یعنی جایگیری شوی نوت‌های در نوت‌ها باید هر کس باید داند. اون کسی که با سرود و موسیقی ذوق دارد باید سواد موسیقی هم داشتن بازی بود. و موسیقی خودش پیام صلح است. بله. تشکر زیاد. سپاس که ما رو همراهی کردید. واقعا از صحبت شما لذت بردیم. از شنیدن ترانه‌های زیبای شاگردان شما لذت بردیم. ما امید داریم که این گروه همین گونه کار خود را ادامه می‌دهد و به خلاهای بلندتر می‌رسد و ما آرزوی آن را داریم که بچه‌ها اکنون پروازشون باز هم بلندتر شود، در عرصه بین المللی تاجیکستان را با همین گونه سرودهای جذاب معرفی کنند و انسمبل شما باز هم انسمبل آوازه‌دار و مشهور گردد. خسته نباشید. تشکر زیاد. در انتها چی پیشنهاد میکنید؟ انتخاب همین که باید ما همین اساسی کار ما همین است، فعالیت کار ما همین است، فقط برای خاطر بولده تماشابین است. باید ما هر آن چیزی که آماده میکنیم پیشنهاد میکنیم باید درجه خیلی بلند کسب باید. بله. خب چی پیشنهاد میکنید؟ چه سرود؟ بله، این شاگردا یکی از سرودهای البته از مکتب بای محمد نیازف یک سرود برای سامی شما میرسونم. عالی میشه. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه گنجور رسیدیم و شما روزگاری خوش تمنا داریم. بگذار که موسیقی همیشه در خاندان ما و شما طنین انداز باشد و همیشه برای ما پیامی صلح و دوستی بیارد. میشنویم. نه تنها من گرفتارم به دام زلف زیبایی، نه تنها من گرفتارم به دام زلف زیبایی، که هر کس با دل آرامی سری دارم دو سودایی، که هر کس با دل آرامی سری دارم دو سودایی، قرینی یار زیبا را چه پروایی چمن باشد، قرینی یار زیبا را چه پروایی چمن باشد، هزاران سرو بستانی فدای سرو بالایی، هزاران سرو بستانی
فدای سر بی بالای مرا نسبت به شیدای کند ماهی پری پیکر مرا نسبت به شیدای کند ماهی پری پیکر تو دل با خویشتن داری چی دانی حال شیدایی تو دل با خویشتن داری چی دانی حال شیدایی من آن خاکی وفا دارم که از من بوی میر آید وگر بادم بره چون خاک هر جزوی بکسایی نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری نپندارم که سعدی را بیازاری و بگذاری تو دل با خویشتن داری که دانی حال شیدایی کی غیر از سایه لطفش ندارم در جهان